عزیزان همراه اکسترا پرو رو داریم خدمتتون آنباکس انجام میدیم. اکسترا پرو تکویل 12 هم روشه و بقیه متعلقاتش رو میتونید داخل ویدیو ببینید. میله رابط وسط، یونیت اصلی، یونیت اصلی رو مشاهده میکنید. قسمت شارژر، قسمتی که کویل بهش وصل میشه و خودتون هم میتونید یه هدفون به صورت وایرلس یا سیمدار از این قسمت بهش وصل بکنید. شماره سریال، هولوگرام و خود یونیت اصلی. دفترچه همراه خود اکسترا پرو رو مشاهده میکنید کاملا و بقیه متعلقاتش رو میتونیم بهتون نشون بدیم. شارژر به صورت مگنتیه، شارژر مگنتی هم روش داره. به این قسمت به این شکل بهش وصل میشه. به یک آداپتور گوشی موبایل میتونید بهش وصل بکنید، به یک شارژر موبایل. دسته اصلی همراه با پیچ نگهدارنده میتونید ازش استفاده بکنید. میلی بالا پایین، به این طریق میتونید کارش انجام بدید. و کویل 12 اینچ، کویل 12 شم خدمت شما در میاریم ببینید. و کویل 12 اینچ خود شرکت مایلب همراه با شماره سریال و پیچ نگهدارنده. در ادامه متصل میکنیم و آموزش خدمتتون ارائه میدیم.